دوستان من سلام، وقتتون بخیر باشه. بانکی ها نمادهای ریالی بازار هستن. میخوام امروز راجع به بانکی ها صحبت کنیم، به خصوص لیدرهاشون، ببینیم شرایطشون چطوره و چه اهدافی رو در انتظار دارن. در بررسی چارت نماد و تجارت در تایم فریم روزانه شاهد این هستیم که این سهم خط روند نزولی خودش رو و حتی محدوده مقاومت 235 تومن رو شکسته. مقاومت بعدی اون محدوده 265 تومن خواهد بود و هدف اول این سهم سقف قبلی محدوده 310 تومن هست. در رابطه با حمایت نماد و تجارت باید بگم که حمایت اول محدوده 217 تومن و حمایت دوم محدوده 195 تومن هست. در بررسی چارت نماد و به ملت در